سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. همونجوری که از تامنیل و تایتل فهمیدید میخوایم بریم سراغ گردونه بولاک و خالیش کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اگه دوست داشتید بدونید من کی ویدیو میذارم اون زنگوله بغلم فعال کنید. بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ گردونه. من 10 تا توکن رایگانی هم که خودش داده بود و نزده بودم، گفتم با هم بزنیم. با 10 تایی شروع میکنیم. عمل یکی داد، ولی خب لوت باکس و بگشو داد. خب با یکی اسپین جمو شروع میکنیم. این چی میده بهمون؟ یکی داد. خب بریم سراغ 10 تایی. 10 تایی اولو بریم. بقیه رو تکیل. بریم برای 10 تایی بعدی. یه ستایی خوبه، ما راضیم. بریم برای 10 تا بعدی. چقدر دوره یکی میده. خیلی داره یکی میده. بذار تمام فقیری کنم. جمعمونو داریم میخوری. خب این کارکتر گذاشتم کدام هم داشته شده بریم ست فقیری بزنیم باش. ست فقیرانه. دنپایی ما هم نذاریم بخش. خب بریم ببینیم چجوری میده الان. بریم باید 10 تایی 20 مرسی. 3 تا 2 تا. واه ترکون هاشی 3 تا تاثیر داشت. خب بنازم این سری خیلی خوب توکن داد. یک بزنیم این لالوها یونه ای. خب این اسم 10 تایی بعدی. 2 تا یکی میده معمولا. بد نیست، خوبه. این بعدی رو میزنیم. 2 تا 2 تا. خدا کنه فقط جمعمون رو تموم نکنه. 113 توکن داریم، 170 تا توکن میخواد. خب بریم یه 10 تایی گولد رویال بزنیم. شاید شانسمون رو بیشتر کرد. بریم برای اسمی بعدی. یه 50 تا یه 20 تا. اوه بنازم این. مرسی. 190 تا توکن و ست اصلیشو الان ما میتونیم بگیریم. اصلا نمیدونم اسپین بزنیم برای این یکی یا نزنیم. به نظرم ست قشنگیه. حالا که جم مونده بذار بزنیم دیگه. بزنیم این یکی هم بگیریم. اول اینو بگیریمش. این ست خودش من خیلی منتظر بودم بولاک بیاد. واقعا ستی که من خودم خیلی خوشم میاد. خب بریم برای بقیهش. 22 تا توکن داریم، 90 تا توکن میخواد. بریم اینم بگیریم چون اون یکی هم ست قشنگه، واقعا میارزه. 10 تایی 3 تا 3 تا. یه دونه یکی بزنیم. یه 10 تایی میخوام بزنم صفحه لمس کنم ببینیم چجوری میده. 2 تا تکی برداشت. خب بد نبود. بریم این باری یه گولد رویال فریشو بزنیم مثلا. امامشو بزنیم یه 10 تا. بری دیگه دمامون بکشه به سته. 60 تا توکن داریم. خوبه. تقریبا 30 تا توکن میخوام. میده انشالله که میده. تو یه 3 تا مرسی خوب بود.
هم 79 تا توکن داریم و 11 تا مونده. یه دونه این 10 تایی رو تمامش کنیم دیگه. اوه چقدر توکن داد. این رو زودتر میدادی یزید تو. خب آقا 97 تا توکن داریم و این هم ست دومش. ست قشنگه خدای من دوست دارم واقعا. خودم انیمه بولاکو دیده بودم، واقعا انیمه قشنگی بود و ستاش هم قشنگ آورده گیم. بریم یه ست مشتی هم بزنیم خود جدیدمون. خب نظرتونه بچه ها؟ نظر من که قشنگ. لومبولف هم باهاش بریم ببینیم حس پلی میده چجوری هست. قشنگه خدایی. بعد یه تفاوتی هم که این با ستای قبلی بولاک که آورده بود داره اینه که این یه سری افکتا داره دور لباسش. ببینید دقت کنین آبیا. بعد ستای قدیمیش مثلا قبلی که آورده بود دو رنگ بود، ولی این نه، این تک رنگه و یه سری افکتا داره فقط دو رنگ نیست. تو چقدر این ور اون ور میکنی؟ برو بالا. و اینم کاپیتان تیم بولاک بوده، بازوبند کاپیتانی داره و شماره 10 و اونایی که میدونن. و دوستان در گیم پلی های آینده احتمالاً منو با این ست زیاد ببینید، چون یکی از ست های مورد علاقه منه. دوش کل مود چرا اون بر نیت میندازی من این برم داداش. حتی بولی میخوره. آره این افکت های آبی و منظورم اینا. تفاوتش با اون ستاست، ولی خب اون ستا دو رنگ بود. و بچه ها ویدیو رو لایک کنید دیگه اگه دوست داشتید. با لایک و کامنت میتونید خیلی بهم انرژی بدید. بعد اینکه از ویدیوهای خرج کردنی هم اگه دوست داشتید حتما تو کامنت بگید که من بیشتر واسهتون بگیرم. چیزای خوب که بیاد تو گیم که ارزش داشته باشه 100% میگیرم و ویدیوشو براتون میذارم اگه از ویدیو خرج کردنی خوشتون بیاد. بشین پاشو میکنه داداشم. بله داداش بله. ای داش نه 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 اون چیزی که تو فکرته نه. یه اصلا با اسنایپ بریم ببینیم. خداییش ست قشنگیه، من باش خیلی حال میکنم. از این خب بچه ها اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب فراموش نشه. اگه دوست داشتید بدونید من کی ویدیو میذارم زنگوله رم بزنید. خیلی اشتاق تا ویدیو بعدی. فعلا خدا حافظ.